دوستای عزیزم سلام. من سحر صابونیم، مشاور برندینگ شخصی و سازمانی. به پادکست پاکار خوش اومدید. امروز گفتگوی بی‌نظیر با یکی از قدرتمندترین مدرسان و مشاورین بین‌المللی کسب و کار داریم. کسی که سالیان سال هستش با تخصص و دانشش به صاحبین کسب و کارها کمک کرده تا قوی‌تر توی مسیر بمونن و پاکارشون وایسن. جناب آقای دکتر نیما کیمیایی عزیز. سلام آقای دکتر. سلام به ماهتون. امیدوارم شب موفق باشید، هم شما هم دوستانی که تا این موقع شب کنار ما هستن و تو این فضا دارن کمک میکنن که انشاءالله بتونیم یه پادکست فوق‌العاده رو بر دوستان داشته باشیم. ما هم تلاش میکنیم که به حال مواردی که تو این سالها داشتیم خدمت شما خیلی ممنونم که به برنامه خودتون تشریف آوردین و وقت گذاشتین. وظیفمه. مرسی که هستید و مرسی از دعوتتون. کم کم داریم به سال 1404 وارد میشیم. سالی که چالش‌ها و بحران‌های جدیدی احتمالاً با خودش همراه داره. همین الان هم خیلی از افراد دچار عدم قطعیت هستن، استرسشون بالا رفته، ممکنه دچار فلج تصمیم گیری میشن و تصمیم‌های اشتباهی میگیرن که همین تصمیم گیری های اشتباه منجر به یک سری شکست هایی هستش که جبران ناپذیر هست. اینجا هستش که آگاهی و تاباوری اهمیت خیلی زیادی پیدا میکنه. من میخوام مسیر گفتگومون رو به یه سمتی ببری با سوالی که در سال 1404 افراد با چه ابزارهایی میتونن از بحران‌ها عبور بکنن و تاباوری داشته باشن. خب سوال خیلی کلیه ولی سوال مهمیه. اولا اینکه سورپرایز میشیم و شرایط بحرانی هست. ما همیشه در بحران بودیم. تنها چیزی که توی این مملکت ثابته تورمه. سورپرایز های مختلفه. پس اگر نباشه باید تعجب کنیم. پس آمادگی این فرآیند باید داشته باشیم. پس پذیرش خیلی مهمه و مواجه شدن با این شرایط. بخوای فرار کنیم ازش، انکار کنیم، خشمگین بشیم، سرزنش کنیم، افسرده بشیم، بازی باختیم. پس وایسیم، ببینیم، بپذیریم و مهمترین موضوع که در کتاب هنر جنگم که قرار با هم صحبت هم بکنیم، یه موضوع مهمه، میگه در زمینه باطلاقی که حتی یه قدم بعد رو نمیدونیم چه خبره، واقعا نمیدونیم فردا دلار چه عددی میشه. باید سبک کنیم و کیپ واکی. پس استراتژی که باید داشته باشیم پذیرش این شرایطه و اینکه ادامه بدیم، سبک سازی و کیپ واکی. هم موضوعی که تو میلیارد تک نفرم با هم صحبت می‌کردیم، بیشتر بهتر نیست. پس روی بهتر شدن مجموعه خیلی کار کنیم. پس این یکی موضوع. بعد بچه بودیم یادمون هست که وقتی می‌خواستیم دوچرخه سواری کنیم، اگه می‌خواستیم نترسیم، یه کمکی روی معمولاً لاستیک بود، اون چرخ بود که به حال اون استرس رو از ما خیلی وقت ازش استفاده نمی‌کردیم ولی یک آرامشی به ما میداد. لذا داشتن یک شخص مشاور کنار خودمون خیلی ما میتونه کمک بکنه. به هر حال شرایط تردید و بحران ما میریم به سمت شخصیت‌هایی که متخصص و خبره می‌بینیم و احساس می‌کنیم. همون نکته قشنگی هم گفتیم، فلج تصمیم گیری به هم می‌ریزیم، قاطی می‌کنیم، نکنه تصمیم درست نداشته باشیم که یک واقعیت. اینجا بهترین زمان برای قبیله سازیه. یه تحقیق انجام شده، تحقیق اش 7 نفر رو با هم بردن توی یک جلسه‌ای، گفتن که ما 18 سوال ازتون می‌خوایم بکنیم و شما جواب بدید. 6 نفر اشخاصی بودن که دوستان خود تیم بودن که تحقیق کننده این فرآیند بودن و 1 نفر قربانی عملاً این بازی بود. از 18 سال 12 سال اشتباه بود، واضح هم اشتباه بود، ولی اون 6 نفر دیگه اون اشتباه رو میگفتن درسته و نفر هفتم وقتی اون رو میدید گفت درسته. و جالب 75% آدم ها تو شرایط بحران و شرایط عدم قطعیت میرفتن به سمت کسانی که درست میگفتن، انگار در حالی که میدید غلطه ولی میگفت درسته. بعد از خود اونها میپرسیدن که شما میدونستین غلطه؟ گفت بله. گفت چرا نمیگفتین غلطه؟ گفت به خاطر نمیخواستم از گروه طرد شم، نمیخواستم منو ابله حساب کنن، نمیخواستم به هم بریزن یا حالا فرآیندهای نظیره. لذا تشخیص دادم که مثل بقیه باشم. زمان بحران بهترین زمان برای قبیله سازی. همه گیجن، پس به سمت تیمی میرن که متخصصی خبره ببینن، معتبرتر ببینن. یعنی چی به زبان ساده؟ یه زمانی همه چی به هم ریخته بود، همه میرفتن سمت بورس، خیلی هم رفتن سمت بورس و بازار از دست دادن و شرایط عجیب غریبی که ایجاد شد. یه جا مرغ یارو میشه، همه میرن سمت مرغ، دلار، سکه و شرایط نظیره.
مهمترین موضوعی که بپذیریم الان شرایط تردید و بحرانه. پس تردید، نمیدونم چیکار کنم، بحران، باید سریع تصمیم بگیرم که الان مملکت ما داره. پس بهترین زمان برای قبیله سازی. پس من باید چیکار کنم؟ در زمان بحران نشون بدم متخصصم. برندینگ شخصی رو در قالب خبره بودن، معتبر بودن و کسی که امید داره. هم صحبت که کردین ترامپ چرا اومد توی امریکا موفق شد؟ به حال حتی محیط شما میرید میایین، ولی موضوع اصلی اینه که دلیل اصلی موفقیتش امید داد به مردم. یعنی تو شرایط بحران ما وقتی به تیم، به مجموعه، به مشتریان امید میدیم، کیپ واکینگ داریم، وایسادیم و اون استمرار رو داریم بازی میبریم و 67% مشتریان دلیل اینکه ما رو ول میکنن به ما بدبین میشن، یعنی تو بحران این آدم دیگه نبود. پس اون استمرار صحبت ها، قول های قدیم خیلی کمکمون میکنه که تبدیل به اون قبیله‌ای بشیم که آدم ها یک حالا تو پریمیوم در بلون گو تو داشته باشن، یعنی به اون فکر کنن، بگن اینها چون متخصصن در مورد این قضیه بهش فکر کنن، چون اکثرا وای میسن به هم میریزن مثل بوکسه. خب یک سری صاحبان کسب و کارهای کوچیک، خب به هر حال اونا منابعی که دارن نسبت به کسب و کارهای بزرگتر خیلی محدودتره. اینا باید چجوری تو این شرایط توی زمین بازی بمونن؟ تا کجا باید تو مسیر شغلیشون همین کیپ واکینگ رو ادامه بدن و کم نیارن، کارشون وایستن؟ خیلی چون سیستم سازی های کسب و کارهای کوچک با کسب و کارهای بزرگ واقعا متفاوته، منابعی که دارن متفاوت‌تره، ولی خب به هر حال فرصت ها وجود داره. حالا یه ضرب المثل قدیم بوده دیگه، میگفتن از آب گلالود ماهی بگیر. دقیقاً به نظر من مثل همین بحران هاست که آدمایی که آگاهی داشته باشن، بلد باشن از فرصت هاشون استفاده بکنن، میتونن تو این مسیر کیپ واکینگ رو داشته باشن. خب من فوق لیسانسم SME که از کسب و کار خرد و کوچک اسمالم میدونم. فوق لیسانسم کسب و کار کوچک. شما کجا خوندین؟ من علوم تحقیقات. همون جایی که دکترا من درگاه، من فوق لیسانس دانشگاه تهران بود. چیزی که اونجا ما بهش ازش استفاده کردیم، به ما یاد دادن اینه که به هر حال اجایل بودن تو فضای بحرانی خیلی کمک بیشتری میکنه. یعنی اتفاقا قدیمی گفتن ماهی بزرگا ماهی کوچیکا میخورن، الان تو شرایط بحران ماهی کوچیکا میتونن ماهی بزرگا بخورن. یعنی شرایط صاحبین کسب و کارهای کوچک به تب خیلی از بزرگا میتونه بهتر باید باشه. اجایل بودن یا همون چابک سازی تو سازمان بیارن. واقعا صحبتتون درسته، چون به هر حال یه سازمانی که بزرگ هست، اون هماهنگی، تعادلی که بین کارمندا بخواد به وجود بیاره، تعداد کارمندا خب بیشتره ولی کسب و کارهای کوچکتر تعداد کمتره. دو فاکتور خیلی مهمه تو بحران: انسجام و سازگاری. منسجم باشم و سازگار نسبت به شرایط باشم. هر چقدر من بتونم خودم رو منسجم کنم و نسبت به شرایط سازگار بشم یا انعطاف یا همون تاب‌آوری که فرمودید داشته باشم، بازی برمیگردونم. پایداری، تاب‌آوری. الان هوا سرده، وقتی من بعد از حمام برم تو هوای سرد میچام، ولی تو روسیه که رفته بودیم که از علاقمندی آدم‌ها میگه بعضی وقتا بعد از سونا و جکوزی برن زیر برف را برن. ما باشیم نابود میشیم. حالا بماند اون چای چند درصدی که ممکنه وجود داشته باشه، ولی باز هم اگر استفاده هم بشه باز ما میچاییم. موضوع اصلی اینه که چرا برای اونها هوای سرد خوبه، بر ما بده؟ به خاطر اینکه اونها بدن یا اون ساختارشون اون انسجام لازم و اون انعطاف پذیری، اون تاب‌آوری لازم داره و میتونه لذت ببره. بحران یک موهبت الهی، اگه نباشه متوسط اول میشن. پس وقتی من بپذیرم که الان موقع استفاده کردن از این شرایط، موضوع عوض میشه. یعنی ما به عنوان موضوع منفی نبینیم، مثل هوای سرد ما بعدش ببینیم. ما برامون بده، اونها براشون جذابه. میگه برم جکوزی، برم زیر برف راه برم چون میخوام لذت ببرم. هوای سرد بحرانه. من هنرم انسجام و سازگاری، تاب‌آوری. چطور میشه تاب‌آوری رو زیاد کرد؟ سبک کردن، پذیرش، ارتباط، مواجه شدن با شرایط. به زبان ساده مثل ساختمانایی که تاب‌آوریشون زیاد، ضد زلزله‌ن، بلد منعطف. یعنی هر چقدر بیشتر سعی کنیم همین چی بخوایم درست کنیم، به جای اینکه این ساختمان‌هایی که ضد زلزله‌ن ژاپنیاش نگاه کنید، مثل ساختمان‌های اکباتان دقیقاً میلغزه. به جای اینکه مقاومت بیش از حد داشته باشه، قیمت دلار شده 100 خورد بشه،
شد من گرونتر میخوام گرونتر میفروشم. نه من باید این باشه، مقاومت کنم، چه مملکتی چه شرایطی بازی از دست میدم. چرا من نتیجه نمیگیرم؟ چرا من نه؟ چرا من از این فضا استفاده درستی نکنم؟ پس کار بودن من تو اینجاست که چه بالا چه پایین من پاکار یعنی کیپ واکینگ، ادامه دادن و سر اصول و فلسفه وجودی سازمانی وایستادنه. اتفاقا ما از استمرار و پایداری به پاکار بودن میرسیم دیگه. توی مسیر شغلیمون میگه استمرار داشته باشیم، پایداری داشته باشیم، پاکارش وایستادیم. حالا اگه توی این مسیر شغلیمون ما استمرار داشته باشیم، پاکارم باشیم، کسب درآمد خوبی هم داشته باشیم، ولی اون رضایت شغلی رو نداشته باشیم، چی کار باید بکنیم؟ یعنی روی خودمون چجوری باید کار بکنیم که اون مسیر رو تغییر بدیم؟ خیلی این کار نمی‌کنن و از این تغییر مسیر میترسن، به خاطر اینکه اونو ضرر میبینن، میگن منابع خرج کردیم ضرر میبینن، ولی این تغییره رو انجام نمیدن، همچنان تو همون مسیر ادامه میدن، حالشون خرابه، افسردن، چون رضایت شغلی رو ندارن. مثل همستر رو دیدین توی اون چرخه‌ای که میدوه، جالبه هرچی بیشتر میدوه به جایی هم نمیرسه، قلب درد میگیره، نابود میشه، ولی بغل دستش میبینه یه همستر داره لذت میبره، داره بندیرش هم میکنه. واقعیت اینه که توی این مسیر وقتی قرار میگیریم یه بایاس های یه سوگیری های قرار میگیریم که خارج شدن از این چرخه قاعدتاً به این راحتی نیست. همیشه اینطور نیستش که دست پاشو بیاره کنار بگه اوکی من نیستم. اومدن از این بازی یعنی رفتن خوردن تو سقف و دیوار و شرایط و خیلی از احتمالهای منفی قاعدتاً و منطقی نداره. یعنی من حالم از کارم به هم میخوره ولی مجبورم چون توی این فضا هستم و این شرایطم. یه جاهای اون به زبان ساده ما زمانی موفقیم که تصمیم درستی بگیریم. این تصمیم گیریه یعنی خب خیلی حالشون خوب نیست، مثلا 15 سال تو بانک حالش خوب نیست ولی مجبور ادامه میده. چی باعث برگشت این بازی میشه؟ 2 تا گره تو ذهن، درد و لذت. وقتی گره برگرده بازی رو بردیم. مثلا چرا یه نفر سیگار رو ترک نمیتونه بکنه؟ چون با لذت هر وقت خورد به درد اون میتونه این کار رو انجام. مثل کوکائینه، یک نفر وقتی لذت میبره از کوکائین چطور میتونه ترکش کنه یا بیاد بیرون از اون بازی؟ زمانی میتونه اونو ترک کنه که کوکائین بشه درد، یعنی قفل بشه اون حلقه ذهنیش به درد و این درد میتونه بازی رو عوض کنه. ما الان ورزش کردن روزانه، کار کردن، الان میگه خب من درد دارم. اون دردی نیست که مثل کسی که کوکائینی هست، معتاد هست، درد میکشه از عدم وجود بچهش تو خونه به خاطر که ترکش کردن. خیلی شرط دردناکه این درد. خب چرا ول نمیکنه؟ به خاطر اینکه اون درد واقعی نیست از اون که و لذت بعدش رو هم نمیبینه. به زبان ساده تر چه چیزهایی من از دست میدم وقتی این کار رو بخوام از دست بدم و وارد بازی جدید بشم و چه چیزهایی به دست میارم؟ اول ذهنه، یعنی اول تکلیف اون با ذهنمون مشخص کنیم که من تو چه مسیریم. آیا کنسل کردن این فرایند منو میکشه؟ چه اشکال داره وارد بازی جدید با تحول جدید زندگی بشم؟ اتفاقی شما داشتید، یعنی موضوعی که دردآور بود همون موضوعی شما برای دیگران انتقال بدی، یعنی یه جایی به خود رسیدی دیدی بس کنم این قضیه رو و وارد فاز جدید بشم. با اینکه درآمده بود، سیستم سازی بود، ولی اون حس خوبه نبود. یه جا من دیدم که البته با آموزش‌های شما و نقش شما خیلی برای این اتفاق پررنگ بود و خیلی کمک من کرد. یه جا دیدم که آقا باید تو دنده عقب بگیری، برگرد، این مسیری که توش قرار داری مسیر تو نیست. درسته داری درآمد کسب می‌کنی ولی اون رضایت شغلیه رو نداشت. درسته مثلا احساس می‌کنم شاید ضرر مالی دیدم، به هر حال منابع هزینه کردم، ولی ضرر همیشگی نیست. برای من الان یه مسیر دیگری شکل گرفته که اون رضایت شغلی، اون حال خوبو برام داره. پس زمانی ما میتونیم تغییر کنیم که حالمون از جایی که هستش حالمون به هم بخوره
و این حال به همخوری هنوز تو کسب و کار برای خیلی ایجاد نشده و مجبورن همون تو اون مسیر ادامه بدن. چیزی که منم جرئت نکردم از هیوندای خارج بشم. بلاها که سرم اومد من رو یه جورهایی آورد تو مسیر جدید و بعضی وقتا بد نیست به نشانه‌های زندگی آدم بهتر نگاه کنه. اتفاقی که الان توی خیلی از کسب و کارهای بزرگتر داره رقم میخوره خارج شدنشون از مسئولیت‌های اجتماعیه. سیاست. بله. تا یه چالشی، یه بحرانی به وجود میاد، مسئولیت‌های اجتماعی رو اینا رها میکنن. شما چه پیشنهادی برای این کسب و کارهای بزرگتری دارین که تو این مسیر باقی بمونن؟ چون به هر حال مسئولیت اجتماعی یه استراتژی هوشمنده که توی بازی بلند مدت رشد و بقا برای اون کسب و کار میاره، ولی به هر حال خارج میشن. خب CSR Corporate Social Responsibility اصلا یه بحث خیلی تخصصیه. بیایم خود ساده تر حرف بزنیم چون ممکنه بعضی از کسب و کارها کوچیک باشن. بحث زکات میگن یا فضای شبیه. ببین وقتی خداوند به ما حسی میده، اعطا میکنه خدمات و شرایط و وضعیتی که هست، ما باید برگردونیم پاسخ رو بدیم. اگه پاسخ رو ندیم میکنه. میدونید یعنی یه جوری ممکنه با سلامتی باشه، تصادف باشه، چیزی که حس میکنم توی شرایط مختلف. لذا CSR یک ابزاری که ما به هر حال چیزی که داریم و بتونیم هوشمندانه خودمون هدایت کنیم. وقتی خب میگیره خب خودم بتونم فضای ایجاد بکنم که این برگرده به اجتماع یا فضای نظیره که میتونه در قالب فرهنگی باشه و شرط نظیره. یه مقدار بس تخصصیه. پس من بیام این خدمات رو ارائه بدم که بهترین شد. من چیزی که یاد گرفتم بحث خدمته و آموزش دادن. آموزش ابزار سلطه‌گریه، یه واقعیت. پس من هم آموزش میدم، ابزار سلطه‌گری دادم، هم برمیگردونم. پس با یه تیر چند تا نشون میزنم چیزی که بلدی. بعد واقعیت اینه که بحث خدمت گره گشاه. حالا من این کامنتی خب من خیلی درگیر این فضا نیستم. گفت عشق فرکانسی داره، وقتی دو نفر عاشقن به هم میرسن یا انرژی های همدیگر رو پیدا میکنن، یه کار بزرگ میخوان انجام بدن. جالبه میگفت خدمت 4000 برابر عشق فرکانسش قوی تره. یعنی شما وقتی با نگاه خدمت به دیگران، یا چیزی که ما توی میدیا تک نفری تو پریمیوم داریم میبینی، کسی که مثل آنالیستن خدمت میکنن تو کسب و کار خودشون گره‌گشاییه. این یه جور CSRه، یعنی یه جور خدمات اجتماعی که هم به دیگران کمک میکنی، هم گره خودت باز میشه، هم بیشتر هم یاد میگیری. پس یکی از بهترین ابزارهای CSR به نظر من آموزش دادنه که هم رو تخصصمون کار میکنه و بهترین راه برای یاد گرفتن یاد دادن. وقتی یاد میگیری. خب چه اشکال داره دوستان تو حوزه آموزش دادن یا همون فرآیند مثل شما که پادکست رو حرفه‌ای دارین جلو میبرین که ایشالا بیشتر ایران بمونین. خیلی نظر لطفتونه. صحبت از آموزش شد، من میخوام برگردم به دوره‌های آموزشی شما. وقتی که اسم شما رو توی گوگل سرچ میکنیم نیما کیمیایی، کلی دوره‌های آموزشی هست. هنر جنگ، پیش القایی، فنون مذاکره و کلی دوره‌های دیگه. و خیلی هستن از دوره‌های شما دارن دقیقاً من میتونم بگم کپی برداری میکنن، ولی هنوز به دوره پریمیوم کسی نرسیده. یعنی کسی هنوز وارد بازی پریمیوم و آموزش‌های کسب و کار پریمیومی وارد نشده. حستون چیه؟ باحاله. اولا خب بهم حال خوب میده، چون اگر بد باشه که کپی نمیشه. مثل مذاکرات هیپنوتیزمی، گیمفیکیشن، مثل پیش القایی، مثل هنر جنگ. حتی الان میبینم خیلی بچه‌ها دارن کار میکنن. خوشحالم این قضیه رو، چون میبینم که مسیری که طراحی کردیم و انجام میدیم، حتی میلیارد تک نفرم هنوز چرا یه اتفاقاتی داره میفته. اون سولو بیلیونرزی که وجود داره یه مکتبیه که خب پریمیوم دلیل از این که کپی نمیشه چون اولا من خیلی شناورم تو این دوره بسیار و خیلی موضوع تخصصیه. به این راحتی، چون شخصی که قرار پریمیوم رو تدریس کنه باید خیلی از کمپانی های بین الملل رو دیده باشه که پریمیوم باشن، DNA هاشون رو دیده باشه و مهمه که شخصیت بین المللی پس خیلی مهمه و بتونه کاستومایز کنه نسبت به شرایط ایران. چون
تمام ساختاری که تو پریمیوم هست لزوما قابل اجرا تو ایران نیست. اجرا نیست، لذا باید نیاز به سری فیلترها داره برای که انتقالش داد. و البته جالبه تقریبا 15 ساله که ما درگیر این فرآیند پریمیوم هستیم. البته یه مقدار کمتر، ولی چیزی که هست اینه که چون تخصصش بالاتره شاید دلیلش اینه. خب فاکتورهای اصلی این که یک کسب و کاری بخواد پریمیوم بشه چیه؟ چجوری یک کسب و کار کوچیک یا کسب و کار بزرگ میتونه وارد زمین بازی پریمیوم بشه؟ یه سری ویژگی‌های اساسی وجود داره که 3 تاش اگه بخوایم نام ببریم: کوالیتی، هیومانیتی و اینویشن. یعنی داشتن این کیفیت زیرساختی خیلی مهمه که بتونه پایدار باشه. پایداری در پریمیوم خیلی مهمه. مثلا موقع رستوران هستن که پریمیوم هم تو نگاه اول، ولی شما یه سال دیگه می‌خواید برین اون رستوران ممکنه نگران شید، دور سوال کنید بگین اون رستورانی که ما پارسال رفتیم الان مثل اون موقع غذاش، مثل همون موقع دورچین، مثل همون موقع پذیرایی، مثل همون. یعنی نگرانی به واسطه پایداری وجود داره. حتی ولکامینگ خوبی هم ندارن، کیفیتشون اومده پایین، فقط یه فضای لاکچری رو دارن خیلی از رستوران‌های ایرانی. اتفاقا می‌خواستم بهش برسم که خیلی از برندهای ایرانی با اینکه زیرساختاشو دارن، منابعشو دارن، ولی نمیتونن توی پریمیوم بازی کنن. یعنی تکلیفشون مشخص نیست، لاکچری ان، پریمیوم ان، یعنی مشخص نیست. یعنی ما پریمیوم لاکچری نیست. راز برندهای خیلی بزرگ دنیاست، مثل اپل، مثل نایکی، مثل استارباکس، خیلی از برندها که این روش کار کردیم. پس اولین موضوع اینه که دلیلی که ما نمیتونیم پریمیوم بشیم به خاطر این پایداری و اون تجربه مناسبی که مشتری در لحظه‌های مختلف. یعنی مدیر خب این خودش زیر سیستم هایی داره که وقتی من مدیر هم نیستم، پرسنل من با همون ساختار، با همون استانداردها بتونن خدمات رو ارائه بدن. اون این استاندارد رو بخوایم دوباره اجرا کنیم و ایجاد تجربه مناسب بشه، اولین مشکله. خب پس لایف استایل یک مدیر هم باید پریمیومی بشه دیگه. اول باید خودش درکی از پریمیوم داشته باشه. پس در واقع عملا پریمیوم یک استایله و به مشتریانی که اون استایل رو دوست دارن یه سلف لاو مناسب میخوان داشته باشن. ممکنه یه آدم معمولی باشه ولی مثلا ماهی یه بار میخواد بره توی یک رستوران پریمیوم خرید بکنه. پس ما چیزی که تو پریمیوم باید یاد بگیریم اینه که اول تکلیفمون با بازار مشخص بشه که ما لزوما همه بازار رو نمیتونیم کاور کنیم. یعنی یه بخش از بازار ولی خدمات پریمیوم ارائه دادن و چون مدیران براشون سخته میخوان همه رو از خودشون راضی نگه دارن، نمیشه. ما در پریمیوم یاد گرفتیم که همه رو خیلی راضی نگه داری در انتها نارضایتی. پس یه بخش از بازار که حاضرن 20 تا 30% گرونتر محصول بخرن ولی بگن ارزششو داره، اون حس خوبه رو لمس کنن، اون ارزش افزوده رو احساس بکنن. دقیقاً. ولی چیزی که مهمه، 2 نکته بعدیه، بحث هیومانیتی و اینویشنه. یعنی ارتباط خوب که این ارتباط بعد درون باشه، خیلی مهمه. یه تکنیک داره، شرایط داره و بعد نوآوری خیلی مهمه در پریمیوم. اینکه کاری بکنن نوآورانه که بتونن هزینه رو کاهش بدن. یعنی ما فکر می‌کنیم در پریمیوم یعنی فرش قرمز انداختن، در واقع ما هزینه رو باید کم بکنیم. یعنی یه جایی اصلا ممکنه شما برند داشته باشین، لزومی نداره کارخونه داشته باشین. یعنی من باید نوآورانه بتونم موده‌های کسب و کار کم بکنم. مودا یعنی هزینه‌هایی که ما می‌کنیم ولی برای مشتریش ارزش ایجاد نمی‌کنه. هنر من در پریمیوم اینه که با کمترین عدد بتونم بالاترین ارزش رو ایجاد بکنم و مشتری نتونه در مقابل نخریدنش در مقابل ما مقاومت بکنه. مثلا من یادم در هیوندای ما این اتفاق میفته. سوناتایی که آورده بود، سوناتا وایفی که بود، که حالا جالبه خیلی دوستان میپرسن این وایف کجاست و این رو با آموزش ما جا انداختیم. اصلا وایف هیچ جای ماشین نوشته نشده ولی فرهنگ سازی کردیم برای پریمیوم. حاضر بود آذاره قبلی شد 51,900 بفروشه، 67 میلیون خیلی بود، 17 میلیون سوناتا بخره. نمیشه مقاومت کرد. خیلی از عزیزانی که الان اپل میخرن به این راحتی نمیتونن برند دیگه انتخاب بکنن. خودشون همین شرایط دارن، اصلا نمیتونن، تغییره رو نمیتونن بپذیرن. چه اتفاقی، چه بلایی سرتون میاد زیر سیستم هایی که تو پریمیوم میبینیم. در واقع پریمیوم
کوچینگ نیست، سیستم نیست، یک مکتبیه که خودش کوچینگ و سیستم و ساختار و شرایط عجیب غریب برای خودش داره که من نسبت به شرایط وضعیت خب معمولا با کارگاه‌های آموزش میدم. این یه مقدار برای دوستان هنوز کپی کردنش سخته. من اتفاقا یه پریمیوم توی یه سفری ما به پاریس داشتیم، دعا بفهمیش یه دیزنیلند قشنگ اینو حس کردم. به هر حال دیزنیلند یه فضایی هستش که خیلی ها میتونن وارد بشن، ولی پریمیومه، لاکچری نیست، پریمیومه. وارد میشن، یه فضای خیلی خوبی، اون حس خوب بهت میده، خلاق، نوآور هست. و اصلی ترین قسمت اینه که اون تیکه‌ای که میتونی فست ترک هم داشته باشی، اون حس تمایز رو میتونی لمس بکنی، اون حال خوبه هست. میگی 5 ساعت 6 ساعت تو این فضا هستم، حالم خوبه، اون حس تمایزه رو داری، اون خلاقیت و نوآوریه رو داری و همیشه پس ذهنت میگی سال دیگه حتما بازم من یه برنامه بچینم، مثلا حالا دیزنیلند یه کشور دیگه رو برم ولی برم امتحانش کنم. یعنی خیلی جالبه. و یه تجربه دیگه هم داشتم من بازم تو همون پاریس بود، گالری لافایت بود. یه ساختمون خیلی قدیمیه که از سال 1800 فکر کنم 94 این ساختمون هست. از بیرون یه ساختمون قدیمی 6 طبقه است. طبقه بالاش هم آدما میرن با کل شهر پاریس زیر پاشونه عکاسی میکنن. ولی وقتی وارد ساختمون میشی اصلا در نگاه اول اون زرق و برقه میگیرتت. ولی قدم که برمیداری میبینی نه، لول لاکچری نیست. حتی برندهای لاکچری مثل لوکس، مثل گوچی، اومگا، رولکس، اونا همه اونجا و شما خیلی راحت میتونی بری اینا رو ترای بکنی و کاملا مشخص هستش که یه لاین جدیدی از محصولاتشون رو تولید کردن که برای ما ایرانی که با یوروی مثلا 80,000 تومانی 90,000 تومانی هم میری اونجا قابل خریده. خدا بیامرزه. یعنی یورو آره ما حالا مثلا 3 ماه پیش بود این اتفاق، ولی میتونی ترای کنی، میتونی به راحتی مثلا کفش گوچی، کفش مثلا هرمس رو امتحان بکنی و قابل خریده. ولی با این که مثلا شعبه هرمس مثلا تو شانزلیزه به همین راحتی نمیتونی واردش بشی. و حتی من اونجا از یکی از برندهای لوکس عطر رو خریدم توی تخفیف که همون عطر رو تو شعبه سفورای شانزلیزه گرونتر بود و خیلی جالب بود این اتفاق. یعنی و هم در حال خرید بودن. الان برندهای لوکس یه بخش از درآمدش، الان لویی ویتون هم داره به سمت پریمیوم داره میاد. درآمدش از این سمت. دقیقاً لویی ویتون الان تو همون اول خیابون شانزلیزه بغل یکی از بزرگترین فروشگاه‌های خودش اومده هتل داره میسازه. یه هتلی که در حال احداثه، تا فکر کنم 4 سال دیگه راه اندازی میشه. از الان اتاقاش پره. جالبه. از الان اتاقاش پره. و بیرون ساختمون دقیقاً شبیه چمدونای قدیمی لویی ویتونه. اینو استایل حفظ کرده و واقعا همینه. الان هرمس هم یه بخش داره وارد بحث پریمیوم میشه، محصولات اکسسوری هایی که پریمیوم باشن رو وارد مارکت کردن. به هر حال یه بازی هستش که ما یک متدولوژی و تکنولوژی جدید برای محصول و خدماته که لازمه ما در کشور. ولی متاسفانه جالبه، من مثلا خب به هر حال خیلی سخنرانی توی صدا و سیما داشتم و جای مختلف، خیلی از سخنرانان من تو سالانه همایشاشون، ولی به اتفاق های پزشکیان گفتن که خب کسانی که تو حوزه‌های که تکنولوژی های جدید رو میتونن تو ایران بیان صحبت بکنن، حرف بزنن. ولی جالبه که برای شخصیت‌های قدرتمندی که ما تو حوزه‌های مختلف سیاسی داریم خیلی درگیر این فضاها متاسفانه نمیشن و ما دلیلی که یه جاهای ایران عقب میمونه از خیلی از کشورها به خاطر نداشتن تکنولوژیه. این نداشتن تکنولوژی که ما رو نابود میکنه. با اینکه منابعشو داریم، فرصتاش هم داریم، ولی تکنولوژیشو نداریم. ما خام فروشی میکنیم. چرا؟ چون خب دکتر من تو حوزه تکنولوژی و انتقاد تکنولوژیه. حالا یه کامنتی بود، شاید گفتنش نمیدونم بتونید تو پادکستتون داشته باشی یا نه، ولی من خود ناراحت شدم سر بها وزیر آموزش که بها کرمان که بودن لباس کار تنشون کرده بودن و آجرها رو هم میذاشتن به عنوان یک کار نمادین برای ساختن مدرسه. خب اون زمانی که خب این تایمی که داریم میذاری، همون موقع من ریاکشن نشون دادم که خب این چه کاریه واقعا. اون تایم رو بذارید برای تکنولوژی‌های نوینی که برای ساخت خونه است. بهش میگن 3D بیلدینگ هایی که
میسازن 3D چی میگن یعنی با دستگاه میتونن در عرض 3 روز مدرسه بسازن. اصلا همین دستگاه‌های چاپ‌های سه‌بعدی هم هستش دیگه، همه چی رو میدی بیرون، سه‌بعدی میده بیرون. 3D پرینتینگ هایی هست که 3D بیلدینگ یعنی میان ساختمان 20 طبقه، یک طبقه بعد مدرسه میشه چی میخوام بگم، نخبه ما توی زمینه تو ایران خیلی داریم که میتونن توی این حوزه 3D پرینتینگ هایی که اینطوری کار بکنن وجود داره. ولی خب اون تایمی که میخوایم به مدرسه بسازیم که حالا یک دو تا مثلا آجر بذاریم وقت بذاریم برای این جوان‌ها که بتونن این فرآیند رو انجام بدن. زمانه‌ای که الان AI اومده، همینجور سرعتی که داره پیشرفت میکنه، دنیا داره با AI میره جلو، نوآوری و خلاقیتی که این AI آورده میتونیم به کارش بگیریم. ولی به هر حال یه جایی پریمیوم، یه قسمتی از پریمیوم به خاطر اینویشنش، نوآوریش با AI باید تلفیق میشن، یعنی همپوشانی همدیگر رو دارن. اصلا باید باشه، چون AI حالا من موضوع مدرسه‌ام یادم نره که همون بعد از ظهر 6 تا بچه به خاطر نداشتن تکنولوژی مناسب که در اتوبوس‌های قدیم بود بچه هم تو هم کرمان فوت شدن و حیف. یعنی تایمی که ما میگذاریم باید بره به سمت خلاقیت، بره به سمت نوآوری. خب من خیلی درگیر AI ام، بسیار زیاد. بله توی سایتتون فضا و شرایطی هست. البته که AI بخشش داره خطی میشه و خطیه و خب حالا ولی ما نیاز به یک نوآوری داریم که بتونیم این کدها رو دیکد کنیم تو کسب و کار خودمون. یعنی هنر ما اینه که ما تو پریمیوم هم اینا انتقال میدیم که چطور ما دیکودینگ رو به زبان پریمیوم انتقال بدیم، چون همه یکسان نمیتونیم باشیم. هنر من اینه که اونها رو ترجمه کنم به کسب و کار خودم و همین به خاطر همین پریمیوم نمیتونه کپی بشه. و جالبه من همه چی هم باز نمیگم، یعنی نسبت به شرایط خود کلاس و کسب و کارها اینها رو دیکود میکنیم که همین جواب سوال شما اینه که اصلا تو هنر جنگ هم داریم، یه فریب دشمن از شکستش مهمتر. یعنی یه جای آدمو ندونن شما چیکار میکنی بهتر از اینکه آدم‌ها رو شکست مرموز بودنه. استراتژی بیزینسه. یعنی خیلی از دوستان الان مثلا همه میدونن که آخر سال جشنواره داره، هر وقت پوند کم میاره تخفیف میذاره، هر وقت شرایط مثلا بار تو دستش مونده اقساط میذاره. خب وقتی شما لو رفتی مارکت رو از دست میده، همه میدونن آخر تابستون شما یه جشنواره میذاری، پس بازی رو از دست میده. لذا باید یاد بگیریم در عین انسجام درونی منعطف باشیم و نسبت به شرایط بازار بازی هامون رو تغییر بدیم. یعنی یک کد شعبا ندوزیم تنها بکنیم، یاد بگیریم بازی کنیم، فضا رو ببینیم و مثل آب منعطف باشیم و اگر سنگ هم جلومون بغش رد میشه بعد از یه مدت هم سوراخ میکنیم. موضوع اینه که قرار نیست همه چیز رو همگان بدانند. پس من یه نتیجه میگیرم این که هر کسی، هر کسب و کاری میتونه وارد زمین بازی پریمیوم بشه، ولی باید روی DNA اش، روی زیرساخت‌های خودش هم کار بکنه. خیلی بله، چه نکته قشنگی هم گفتین. DNA خیلی مهمه، DNA سازمانی ما لازم داریم. حالا این چیه، چطور روشن میشه؟ حتی انسان هم دارن. ما 5 تا 6 DNA ویژه داریم، یعنی همون ژن خوب بالا هر اسمی هست. پیامبر در صحیفه البهار داریم، حالا شاید بهم نیاد ولی جلد 2 که میفرمایند همه انسان ها میتوانند همه کار رو انجام بدن ولی بعضی افراد آن کار رو بهتر انجام میدن. یعنی همه میتونن مدیر بشن ولی بعضی آن کار رو بهتر، همه میتونن خواننده بشن ولی بعضی ژن خوبه. اینو چطور میشه فهمید؟ معمولا ژن یا DNA خوب رو ما به طور اوریج در 40 سالگی متوجه میشیم ولی بعضی 2 سالگی بعضی تا آخر عمرش متوجه نمیشن. و تنها کاتالیزوری که تو این حوزه هست که ما بفهمیم DNA ویژمون چیه، جالبه که فشار و اشتیاقه. یعنی اون تحت فشار بودن و بعد اشتیاق، اینا ترکیبیه که سرعت DNA رو بالا میبره و آدم‌ها که تحت فشار نیستن و بعد اشتیاق به اون فرآیند رو ندارن معمولاً متوجه DNA خوبشون نمیشن. یعنی خودمون برای خودمون باید چالش ایجاد کنیم، خودمون وارد چالش‌های جدید بشیم، کاری که شما الان دوباره شروع کردید و درگیر شده. یه بحرانی انداختم ولی خیلی لذت بخش و قشنگه. یه خورده میخوام در مورد لایف استایل شما وارد بشیم. اول از همه اگه میشه یکم برامون از داستان خودتون تعریف بکنیم. از نیمایی که دبیرستانی بوده، وارد دانشگاه شده،
اون موقع چه آرزوهایی داشتین؟ خودتون رو تو همین جایگاه تصور می‌کردین؟ همین مسیر رو برای خودتون توی ذهنتون داشتین؟ رسیدین بهش؟ یه خورده برگردین به عقب، از خودتون تعریف بکنین، ببینین داستانتون از کجا به کجا رسیده. خب شما چون دوستی خوبی با خانم مونا داری، خواهرم، خب قاعدتاً دیگه تو همه چیز رو میدونید. چند تا نکته است خیلی جالبه. یکی این که من عکسای بچگی داشتم نگاه می‌کردم، خیلی کودک بودم. اولا همیشه کت شلوار، این کفش ورنیام هست. مثلا یکم موضوع این بود که مادرم خیلی سخت به من شلوارک میداد. من همیشه شلوار بلند دوست داشتم. یعنی اون فراینده، اون لایف استایل رو تا یه حدی نمیدونم چرا. هنوز شلوارک خوشتون نمیاد؟ نه دوست دارم، یعنی نه که بدم بیاد، ولی خب دیگه خونه خیلی راحت. تو سن نوجوانی ولی دوست نداشتی شلوارک رو بپوشی؟ خیلی نه، یعنی مثلا اون نمیدونم چرا این شکلی بود، ولی مثلا پوشش هم سعی می‌کردم. مثلا اون موقع یادم مارشال داشتیم که نمیدونم یادتون مارشال اینجا بود و مثلا این سبکی بود. من خیلی درونگرام و اتفاقا یک پسر داییم یه بار اومد با هم صحبت کرد، گفت نیمای واقعی توی اون بالا پشت بوم، یادم انباری خونه‌تون رو پدرت تبدیلش کرد به اتاق کاره، اتاق یادگیریت. اون موقع تو ساخته شدی و ما میدیدیم فضای خلوت شما بوده. دقیقاً یه غاری بود که یه جوری من اونجا حالا مناجات برای خودم میکردم، اونجا کتاب میخوندم، اون شخصیتایی که دوست داشتم مثلا عکساشون میگذاشتم، خیلی درس میخوندم. ولی خب بالا پشته بودیم که خب با اون موقع آسفالت هم غیر بود، پات میچسبید به داغ و خب اونجا کامل ایزوله نبود، مثل الان نبود، سرد وحشتناک. و اینکه چرا من این کار رو انجام میدادم و چی میشد، ولی هنوز این ساختار رو من دارم. یعنی ولم میکنن من میرم برای مطالعه خوندن و تبدیل شدم به کسی که برونگره، ولی من شخصیتا درونگرام و اون قاره شاید بگم یه چیزی بود. چون من بچه بزرگ خونه بودم، 4 تا بچه بودیم، پدرم خب به حال معمولا نبود، ما همیشه تو صف بودیم دیگه. من تو صف، یعنی هر صفی فکر کنید من دیگه حضور داشت. از چون یادم دیگه کره با شیر از شیشه‌ای ها و مذاکره باید میکردیم. شیر مثلا اینکه به حال چیزایی باید میخریدیم تا مثلا شیره اوکی میشه و نفت و خیلی سختم بود. 4 طبقه من این گاز هنوز سنگینه، من نمیدونم چجوری 4 طبقه من بچه میآوردم بالا و اون تاباوریا از همونجا شکل گرفته. مجبور بودیم انگار. و اینکه یادمه تو زمستان مثلا خب من بعد میرفتم پشت بام و اون نفت رو که یه تلمبه‌ای داشت که مثلا نمیشد به این رویه، بعد اصلا همه بدن نفتی میشد. بعد اینکه 2 بار من نرم بعد جوری میزون کردم این بدنشو که خب هم زورم بچه بودم بتونه بیاره پایینتون، بعد چون باید مثلا الاجین رو پر میکردم، بعد 4 تا هم چیز بود رنگی بود که بعد میدیدم و بعد تا لب به لبم پر میکردم که تعداد دفعات بعدی که دوباره کثیف بشم و اینا کمتر باشه. شاید اینها باعث افزایش تاباوری شد و سختم بود. بچه بزرگتر بود، بچه بعد خب مونا بود. یادم نمیاد. یعنی موقع که این کارا رو میکردی قره نبود؟ من چرا باید بکنم؟ چرا من مثلا فلان؟ چون مسئولیته بوده دیگه. شاید همون بیرحمی است. یعنی شاید من الانم مثلا خب در هیونده که بودیم، چیزی که من رو رشد داد اون مدیریت بیرحمانه امریکایی ها و یعنی تیمی که با مشاور ما بودن، کره ها و بعد یه جایی هم ژاپنی ها، که اون بیرحمیه من رو رشد داد. خب به حال مادر من میگه باید این کار انجام بشه و باید انجام بشه. من یادمه خب به حال ما نمیدونم مونا براتون تعریف کرده یا نه، شیشه شیر گرویی داشت. بله. خب یه بار مادر من گفت برم به حال شیر بگیرم و خب کردم به صف بود اینا گرفتم، برگشتم و پولی که به من داده بود برگردوندم، اینا هم دستم بود. من این نگاه که گفتش که پول مغازه‌دار چرا ندادی؟ گفتم نگرفت. گفت یعنی چی نگرفت؟ وقتی پول باید میدادی. زد تو گوشم.
بعد به خودم آمدم یه دونه از این سمت به من زد و گفت باید پول مردم رو پرداخت کنی، چرا ندادی؟ بعد رفت و برگشتم باز پول دستشه. بودم چی شد؟ گفت چی؟ خب اون شیشه هایی که برداشتی بردی انقدر زیاد بود که گرویی شیشه این شیرهای جدید رو کرده میشد و نیازی نبود تو پرداختی بکنی. پس الکی موضوع الکیه نبود، موضوع اینه که یاد گرفتم هیچ وقت مراقبه اون پول و اون بدهی که به مردم هست. من هنوز بدهکار نیستم، اصلا دست چکم استفاده نمیکنم، به زورم یه دست چکم در ایران، من خب بیشتر ایران نیستم و اون دست چک صادقانه من یه بارم اونو نقد میخرم میفروشم. اصلا یه جوری این که بازی صداقت شفافیت رو من تو اون فضاها یاد گرفتم. شاید بگم بیرحمی است، کمتر امکانات فوتبالی که بازی میکردیم زیر ماشینا جای توپمون بود، مثلا دروازه ها بود استفاده میکردیم. من فقط فکر کنم مثلا من 8 سالم بود، من بچه اون پایین سر پل امیر بهادرم یه جایی هست، من 8 سالم بود میرفتم تا سر خیابون اتوبوس سوار میشدم، چهارراه ولیعصر است، کلاس زبان و برمیگشتم. بچه 8-9 ساله نمیشه سر کوچه فرستادن، چی جوری اتفاق میافتاد. شنا کردنم مثلا اتوبوس 2 طبقه بود، یادم یه ریالی بود، میرفتم و زیر پل حافظ شنا، بعد برمیگشتم. بعد انقدر این آب سرد بود، ما با پدر من چون نمیدونم به چه دلیلی 8 صبح منو کلاس میبرد، یعنی وارد میشدیم اصلا یخ میزدیم. نمیدونم، ولی فکر میکنم شرایط سخت آدم‌های قوی شاید میسازه و آدم‌های قوی شرایط قوی میسازه. به هر حال از همین جاها شکل گرفته دیگه، از کودکی شکل گرفته و بعد شرایط قوی شاید آدم‌های ضعیف میسازه و آدم‌های ضعیف شرایط ضعیف میسازه و شرایط ضعیف سخت شاید آدم‌های قوی میسازه. چیزایی که وجود داره. ته داستان اینه که شاید یه زندگی سخت کودکانه یا اینکه من دوست داشتم کار فروش رو در اینه که درون گرفتم. این از دبستان ها. حالا من تقریبا 17 با شکست خوردم، 2 بار سکته کردم. حالا به اونجاهاش هم میرسیم. نه میخوام از زمان کنکور دانشگاه. کنکور هم تعریف کرده، موامو میزدم، بله کنکور کچل میکردم، هم سقف و تستار میزدم، سرویس فوق لیسانس. اینا رو یه تعریفی داشته باشیم، ولی چون داستانای شنیده نشده هست برای مخاطبین قطعا خیلی جذابه. به هر حال یه سری مسیرهایی هستش که شما الان توی جایگاهی قرار دارین که به هر حال نمیشه اینو، یعنی اگرم شما قبول ندارین از شکست نفسیتونه. شما واقعا یکی از توانمندترین مدرسین و مشاورین بین المللی کسب و کار هستین. یک مسیری رو گذروندین که الان به این جایگاه رسیدین. یک کودکی نوجوانی بوده، یه سختی هایی بوده در کنارش که شما رو ساخته و تو این مسیر قرارتون داده. من میخوام برگردیم به دوره دانشگاه. اون روزی که فوق لیسانس قبول شدین و رفتین لیسانس فوق لیسانس. آها. فوق لیسانس رو قبول شدین و رفتین دیدین که آره اونم میدونید قبولتون نکردن. آره. چه حالی داشتین؟ چه حسی بود؟ هیچی، گفتم دیگه نمیمونم ایران، فقط برم سربازی برم از ایران. انقدر صادقانه. خب به هر حال ما یه دوستی داشتیم که از 6 نفر گفتن 3 نفرتون اشتباهه، 3 نفر آره گفتن سهمی ها تعریف نشده. یه سری سهمی ما نفهمیدیم، مثلا یه سری سهمی هایی تعریف باید میشده که اون سهمی ها بعدن قرار شد که تعریف بشه، ولی ما نفهمیدیم. همون شد که موهاتون رو کوتاه کردید. نه برای کنکور بودن، درس خوندن. این لیسانس به فوق. خب به هر حال من دانشگاه که قبول شدم، میگم 6 نفر بعد قبول میشدن که 3 نفرمون انداختن بیرون. گفتن که خب ما یه آشنایی داشتیم که گفتن اینا اصلا غیر قانونی رفتار، چون ایشون خودش تو وزارت آموزش بود و من یه جلسه هم گرفتم با آقای میرکاظمی، ایشون معاون وزیر آموزش بود و وقتی باهاش رفتم دیگه جلسه گذاشتیم. خب به هر حال حقمو خورده بودن. جلسه گذاشتن دیدم دارن جورابشون رو پاشون میکنن. گفت 3 دقیقه وقت داری، هر حرفی داری بزنی. حالم بد شد به خدا، انقدر یه جوری شدم. خب چیزی ندارم، حقمو خوردم. گفت چیه؟ گفتن نباید باشین دیگه. گفتم خب خیلی جالب. تو بحث دکترا من 2 جا قبول شدم، رتبه‌ام 100 شد. بعد دقیقاً همون دانشگاهی که
من رو ریجکت کرد. اونجا من قبول شدم و بهم گفتن که میتونی اینجا بیای و من علوم تحقیقات انتخاب کردم به خاطر اون تجربه تلخی که داشتی و همون باعث شد من سریع برم سربازی و از خود سربازی فضای کسب و کاری بر من عجیب غریب ایجاد کرد و شروع کردم به درآمد و شرایط و اصلا اونم یه دنیای عجیب غریب و جالب. من چون اوج بودم پروژه فوق سکرت سائقه و چرا اینجا بودم زبانم همین از سربازی دنبال پیچوندم بودم. بعد من رفتم مذاکره کردم با دوستان اونجا آشنا شدم و سعی کردم بهشون نشون بدم که من توانمندم. با مذاکره و تعامل فقط یه سرباز می‌خواستم. اونجا امری است، حالا شما خیلی در جریان موضوع محمد اتفاقا در جریانم و باید امری انتخاب بشه. اینا انقدر من خوششون اومد من رو به عنوان سرباز اونجا انتخاب کردم. اونجا تایپ کردم پاورپوینت، سعی کردم چیزی که یاد گرفتم اینه که در جایی که هستم بهترین خودم باشم یا نباشم یا بهترین ورژن خودم باشم اون لحظه و اون شب. اطلاعات خیلی زیادی من از اون پروژه داشتم و تمام گزارش‌ها رو میگرفتم گزارش میدادم. بعد خودشون گزارش اصلا نمیگفتن کیمیایی مثلا این کارو کرده، اصلا برام مهم نبود. برام مهم بود اون کاری که دارم انجام میدم به بهترین شکل باشه. ادیت میکردم فیلم‌ها رو چون این پروژه حالا اون موقع به هر حال از خب امکانات داشتیم ما تا پروژه سنگینی بود. ابعادش F5 حالا اطلاعات تخصصی نداشتم، صوتی‌های پرواز و شرایط داشتیم. حتی سرباز هم بودم سعی می‌کردم نه زیاد کار کنم. خودتون رو می‌ذاشتید. آره خیلی بهم کردیت میدادن و حمایت هم می‌کردن چون نقطه کلیدی ها رو دست می‌گرفتم. وای می‌ایستادم می‌جنگیدم، می‌دونستم نه چی خوششون میاد. وای می‌ایستادم جمع و جور می‌کردم، کردیت می‌گرفتم، می‌اومدم مرحله بالاجا. الانم سعی میکنم نیاز بازار رو بفهمم نسبت به اون عمل بکنم. پس شناخت از فضا و اینکه فقط یه کاری انجام بدم نه، اگه قرار انجام بدم بهتره یا نباشم یا اگر هستم بهترین خودم باشم. خب توی دوران سربازی چقدر برای شما سخت بوده چون خیلی علاقه به غذای خونگی داریم؟ اینا میدونی اونجا چیکار میکردی؟ زرش پلو نبوده، قرمه سبزی نبوده، استیک و کباب و اینا نبوده. خب دیگه سخت بود. آره نه سخت که دیگه عادت کردم. یعنی قبول دارین انسان میتونه با شرایط مختلف واقعا خودشو انعطاف پذیره، میتونه خودشو وفق بده. شاید اوایلش ذره اون سختیه باشه ولی بلده که خودشو وفق بده. اصلا باید این کارو بکنیم. یعنی راز موفقیت در انعطاف پذیریه. ما هر کاری میتونیم بکنیم با تمرین تکرار بروزی. این استمراره در هر کسی نیست. یعنی این کایزنه رو به رشد، هی یه ذره بهتر. فقط مثلا یادمه اون مسیری که ما میرفتیم برای اوج که حالا توی نیروگاه هم فرودگاه هم بود، یه مسیری بود همه وای میستن سوار ماشین بشن تا این نقطه‌ای، ولی خیلی قشنگ بود. من نمیدونم چه راه نمیرفتم. من راه میرفتم تو اون. الان هنوزم همین شکلی ام. 8 ساعت 10 ساعت من میستم هر روز یه شهرم. هر روز چرا باید مثلا با تاکسی، تاکسی داخلی داشت، تاکسی که حالا ماشین داخلی، من راه میرفتم فکر میکردم به آینده، به چیزی که میخواستم برسم و زورم میزنم برای اینکه یه چیز میخوام. هی فکر میکردم نسبت به این قضیه و از اون شرط که بود لذت میبردم و شد چیزی که میخواستم شد. بعد فهمیدم چقدر کوچیکه. آره چقدر جالب. آره و شد. شما به عنوان مدرس کسب و کار که یکی از مباحثی که تدریس میکنین پایداری روی عادت‌ها و روتین‌های روزانه است. اینکه لایف استایل مناسبی داشته باشیم، رژیم غذایی مناسبی داشته باشیم، هر روز ورزش کنیم، مدیتیشن کنیم. ولی به هر حال آدمیزاده دیگه، ما که ربات نیستیم. خیلی روزا ممکنه که از خواب بلند بشیم اصلا حالمون خوب نباشه، دلمون بخواد بیشتر بخوابیم، دلمون بخواد اصلا سر کار نریم، تلفن‌ها رو جواب ندیم، بشینیم روبرو تلویزیون، سریال، انیمیشن مورد علاقه‌مون رو نگاه بکنیم. شما هم این اتفاقا براتون میفته؟ 100%. یعنی اولا شما دیگه میشناسی هم اونا رو هم مهیار رو، شما خانواده ما رو میشناسید. چیزی که واقعا هست اینه که اتفاقا شما هر چقدر بیشتر خدمت کنید، بیشتر عشق بورزید، بیشتر ضربه میخورید، بیشتر قصه میخوری، بیشتر افسرده میشی، بیشتر به هم میریزی. خب این واقعیته.
اتفاقا من خیلی خوابو دوست دارم، یعنی ولم کنم شاید 14 ساعت هم بتونم بخوابم، باور کن. فقط مسئله از این که وقت ندارم. موضوع اصلی خب این که باید آدم باید ریکاوری کنه، این موضوع اصلی. من یه مدت زمان تدریس میکردم چون لازم بود. خیلی خوب درس میدادم و چقدر تکنیک بلدم، شنیده ها رسیده به گوشم. بعد دیدم نمیتونم انجام بدم اصلا، یعنی بعضی وقت ماشین گذاشتم کنار با موتور رفتم، نمیشه. خب وقتی من خودم نمیتونم برای چی تدریس کنم؟ یه جا به خودم رسیدم و همیشه هم سعیم این بود که خود واقعی باشم. حالا چون میگم شما ما رو میشناسید کامل اتونم مناشه، من همینم. خیلی خیلی دروغ رو دوست ندارم مگه اینکه منافع طرف مقابل درگیر باشه. خیلی شفافم، انرژیم همین شکلیه، آدم یعنی دیگه میشناسید. سعی نکردم روز تعطیل داشته باشم. من فانم از همین آموزش. شما اصلا همین امروز هم که اینجا اومدین خیلی خیلی من ازتون ممنونم با توجه به اینکه خیلی تایما شما ایران نیستین، وقتتون پر هستش، ولی با همه اینها مشغله‌های کاریتون خیلی بالاست، با همه اینا وقت گذاشتین اومدین این برنامه. وظیفه‌مه. خیلی خیلی یعنی من واقعا ازتون قدردانم. یه نکته هم من بگم، بس مدیریت زمان رو انجام ندادم. من متوجه شدم که نمیتونم مدیریت زمان بکنم. یعنی نمیتونم 8 تا نیم تا 8 تا 45 دقیقه این کار، بعد 8 تا 45 تا 9 و 20 اصلا نمیشه. من کاری که یاد گرفتم و خوشحالم ازش اینه که مدیریت اولویت‌ها دارم. یعنی 3 تا 4 تا کار در روز به خودم میگم باید انجام بدم، ولی اگر تا انجام ندادم نمیخوابم و اینا بسیار مهمه. مثلا اگر ورزش کردنه، میدونی که من خب شنا میکنم، شناگر حرفه‌ای قربونتون برم و خب 4-5 کیلومتر بعد شنا کنم، ولی خب به هر حال یه تایمی بسته است. دیدین که وضعیت گاز و شرایط خیلی از استخر بسته میشه. خب تو خونه یعنی با یوتیوب با هر وضعیت نباید اینا بگیم، نمیدونم فضای اینجا که فضای خودیه گفتگوی بدون فیلتر و خودمونیه. آره یعنی هر ابزاری که بشه من اون 10 تا 15 تا 20 دقیقه بستگی با شرایط داره. ورزش اون ریتم جلو روتین رو نباید گرفت و تو هر حوزه میخوای موفق بشی روتین رو حفظ کنید. ورزش روتین رو حفظ کن، مطالعه روتین رو حفظ کن. این رو اولویت کار میکنم که حالا ما توی پریمیوم رو داریم بحث اوکی ها را، یعنی ابجکتیو ها مشخصه تو یه هفته و روی اونها عجیب متمرکزم. وای میستم کی ریزالت برای خودم تعریف میکنم که از شما تو میلیارد تک نفره داشتیم، یعنی برام مهمه. مبحث جالبی بود. یعنی وای میستم سر اولویت ها. این اولویت های زندگیم باید انجام بشه و خیلی هوشمندانه نه بزرگ این نگفتن خیلی خوب بلدم، براش میجنگم و هر بازی رو ورود نمی کنم، تو هر جلسه ای نمیرم و سعی میکنم اولویتامو حفظ کنم تا اولویتامو انجام نشه کار دیگه انجام بدم. اصلا این نگفتن خودش یه هنره. خیلی‌ها واقعا آگاهی این نگفتن رو بلد ندارن، نمیتونن نه رو بگن. تو خیلی از جاها، تو خیلی از فضاها من خودم این مشکل رو داشتم. خیلی جاها هم ازش ضربه دیدم چون نتونستم نه رو بگم، بلد نبودم. یا توی اون رو درباستی قرار گرفتم یا توی رفاقته بوده، مجبور شدم کار رو انجام دادم ولی دلم نمیخواسته اون فضا رو برم. این کتاب هنرجنگ خیلی بهتون کمک میکنه. بله این کتاب ژنرال کارآفرین نوشته جناب آقای نیما کیمیایی و خانم سارا حجازی هستش که زحمت کشیدن برای ما آوردن و برگرفته از کتاب هنر رزم اثر سانتزور. بله. که همون مبحثی بود که گفتم خیلی‌ها در حال کپی ازش هستن و دارن دوره رو آموزش میدن. بهتون پیشنهاد میکنم حتما این کتاب ژنرال کارآفرین رو تهیه بکنین و مطالعهش بکنین. من دوست دارم یه قسمت از کتاب ژنرال کارآفرین که نویسنده‌اش خودتون هستین، اون جایی که تاثیرگذاری داره برای مخاطبینمون رو با صدای خودتون برامون بخونید. همه‌اش تاثیرگذار. از این کتاب باشه؟ از این کتاب. خب رقابت غیر مستقیم یکی از موضوعایی که خیلی مهمه. تو کتاب هنرجنگ میگه برای ورود به بازار مستقیم ولی برای پیروزی غیر مستقیم رفتار کنیم. چیزی که اینجا هم الان تو این قسمت هست، برای پیروزی بازی غیر مستقیم ولی برای ورود میتونیم مستقیم. به زبان ساده ما وارد بازار میشیم، بیلبورد میزنیم مستقیمه، اما چیزی که ما رو پیروز میکنه تبلیغات دهان به دهانه.
PR public relation هایی که وجود داره. یعنی هر چقدر شما وارد بازی غیر مستقیم بشین پیروزیتون احتمال بیشتری داره که موفق بشین. بازی رقابت غیر مستقیمه، یعنی خیلی جا نباید رو در رو وارد بازی شد و ما باید یاد بگیم چطور غیر مستقیم پس برای تبلیغات و برندینگ خیلی خوبه که بحث ما تو پریمیوم هم داریم پوزیشنینگ بالا ایجاد بکنیم و در عین حال بحث پی آر رو تقویت کنیم. امسال خیلی مهمه. یعنی دیگران در مورد ما چی میگن؟ شخصیت‌های قدرتمند، KOL های مارکت، کی اپینیون لیدرها، یعنی کسانی که نظر کلیدی در مورد برندها یا اون کسب و کار دارن. پا رو دوش قول‌ها توی بحث غیر مستقیم خیلی مهمه. یعنی من با کیا دارم کار میکنم و چه فرآیندی رو دارم. وقتی سرچت میکنیم چی پیدا میکنیم. بازی‌های غیر مستقیمه. هر چقدر شما بتونید روی غیر مستقیم تمرکز کنید باشه که تاچ پوینت، یعنی 40 مورد هستش که شما باید یاد بگیرید چطور مشتری شما رو میبینه. خدمات غیر مستقیمه، بسته‌بندی یه جای غیر مستقیمه، یه جای ایونت ها غیر مستقیمه. اینها رو باید یاد بگیریم و اجرا کنیم. توی کتاب هنر جنگ هست و این توی این قسمت رقابت غیر مستقیم هست که خیلی مهمه. حالا باز اگه دوست دارین هر قسمت دوست دارین. پس توی پرمیوم حتما صاحبین کسب و کار باید برای شغلشون، برای اون بیزینسشون برندینگ شخصی داشته باشن. یه بخش از بازی غیر مستقیم برندینگ شخصی، اعتبار اون شخصی. میخوام بدونین چی رو بگم، اینه که خیلی از بیزینس ها هستش که الان دارن فعالیت میکنن، منابع درآمدی بالایی دارن، اما حاضر نیستش برای اون برندینگ شخصیش قدمی برداره. اصلا براشون تعریف نشده است. دوست نداره انگار وارد این بازی بشه. دلایلی وجود دارد. مثلا یه بحثی تو بحث روانشناسی های اجتماعی وجود داره، میگن کسانی که صورت خودشون رو پوشوندن احتمال انجام کارهای غیر قانونی یا کشتن یا زدن یا هر اتفاقی رو راحت‌تر انجام میدن. باید ببینیم اون مدیر عامل تو اون ساختار چیکار داره میکنه. ممکنه به هر حال موضوعهایی وجود داشته باشه که نبود اسمش اجرای اون فرآیند رو ساده تر میکنه که خب تخصص من نیست. و برندینگ شخصی منظور خودتون دیگه استاد این قضیه، یعنی اینفلوئنسر شدن نیست. یعنی من مثلا با آقایون گرامی کار کردم تو حوزه خودش، یعنی وارد کنندگان خودرو لولی داره ولی ممکنه مردم عادیشون مثلا نشناسن. برندینگ شخصی یعنی اینفلوئنسر شدن، داشتن یه پیج قدرتمند نیست لزوما. فکر نکنیم این قضیه و این یک نسبت به شرایط بهش میگه STP که دارید، سگمنتیشن تارگتینگ دارید، شما چه جایگاهی میخواین داشته باشید. ممکنه یه نفر سگمنتش کلا 4 نفر وارد کننده باشه یا سگمنتش ممکنه یک سری اشخاص قدرتمند در حوزه بازرگانی باشه. مثال میزنم تارگتش هم شخصیت قدرتمند مثلا حوزه بسته‌بندی باشه. مثال ها من چه جایگاهی نزد اونها دارم، اون آدم یعنی چه که پشتم گفته میشه، همونی که کلاهبرداره، همونی که امینه، همونی که صادقه، همونی که دیکتاتوره یا هر چیزی. این میشه برندینگ شخصی، یعنی چیزی که پشت. به هر حال تو هنر جمع یه شایعه نسازی برای شایعه میسازن. شما این ساختار رو هدایت نکنید، برای هدایتتون میکنن توی هر مسیری که هست. لذا اگر من دیدم که یک شبه میتونیم همه چی رو از دست بدیم، ولی اون برندینگ شخصی، اون شخصیتت، اون اسمت، اون اعتبار میتونه شما رو برگردونه. اگر زیر ساخت قدرتمندی لازم داریم، اسم و فامیل شما میتونه اون یکی از پایه‌های قدرتمند کسب و کار باشه. من اعتقاد دارم پشت برند بزرگ شخص قدرتمند که این شخص قدرتمند میتونه تو مارکت خودش برندینگ شخصیش رو ایجاد کنه. اما نمی‌کنن خیلی. ترجیحشون اینه که نه که نباشه، بعضی وقتا اولویتشون نیست یا شاید اون ماسکه یا اون پوشش قرار دادن اون فرآیند خیلی از موضوعا رو حل کنه که بعد ببینی بررسی بشه. حالت ساز و شنا 2 تا مهارتی هستش که شما به صورت حرفه‌ای دارین انجامش میدین. شنا که واقعا شناگر حرفه‌ای هستین، سازم که چندین تا ساز میزنین و توی خلوت خودتون من فکر کنم برای
فرار از اون بحران ها ساز میزنین و شنا میکنین. و این دوتا مهارت احتیاج به یک تعادلی بین ذهن و بدن داره که شما به راحتی این تعادل رو احساس میکنم توی کسب و کارتون هم انعکاس دادین. درسته؟ دقیقا. البته حرفه‌ای که نه، ولی واقعیت اینه که کمک کننده ان واقعا هست. چون من وقتی فکر میخوام بکنم مثلا خب بعد نزدیک 5 کیلومتر هولوش 2 ساعت درگیر هستم. 5 کیلومتر که شنا حالا درگیریم دیگه با اون شرایط و وضعیتی که هست، ولی کلا چطور بگم حالم به اون تعادله میرسه. تو مذاکرم همینه، یعنی ما یک ارتباط بین احساس و منطق لازم داریم و هر وقت ما خوب مذاکره نمی کنیم زمانی که تعادل به هم میرسه، به هر دلیل احساس بالاتر میاد و منطق پایین تر میشه و این بازی رو از دست میدیم. تو کسب و کارم همینه. سال 1404 چیزی که من دوستان میخوام این که یک تعادل مناسب بین احساس و منطق ایجاد بکنم. من منطق رو نذارم فدای اون خشم یا اون نگرانی هایی که وجود داره و ایجاد هم خواهد شد تو کسب و کار بشن. بله واقعا حالا سازم تقریبا 12-13 تا درگیریم، ولی بیشتر در حال بیشتر فان قضیه است، حسه و اینکه این کار پریمیومه. یعنی وقتی که شما اسم و فامیل رو توجه میکنین، یونیک عمل میکنید، در عین اینکه میتونه خیلی هم موضوع ساده باشه. یعنی یک کاری باید بکنید تو پریمیوم که آدم‌ها انگار با شما پوز بدن. این رو نمیشه الان من این هدیه رو به این راحتی هر جایی بزنم تو هر فضایی داشته باشم. آره این بعد یه خب مرسی، راضیم ازتون، دست شما در نکنه. سلامت باشید. من میخوام به اون روزی برسم که سکته اولتون رو سپری کردین. چی شد سکته کردین؟ چه تجربه تلخی بوده؟ کرمین الان هم ممکنه شاید آویزه گوشتون باشه اون تجربه. به نفر اولی که تماس گرفتین چی بود؟ چه شرایطی بود؟ اگر اوکی هست دوست دارین تعریف بکنید. آره ببینید به حال موقع خیلی دردآور بود. به حال تیمی بود. من چون کار مجسمه هخامنشی میکردم و یه کارخونه کوچیکی داشتیم. خیلی بعد از آسان موتور، قبل از آسان موتور سال 85 آره دیگه همون بود. یه ذره آموزش هم استارت زده بودم، ولی خب بیشتر درگیر حوزه مجسمه هخامنشی چند تا کشور برده بودم و خیلی اصلا خود یه داستان عجیب غریبیه که حالا چه موفقیتی در ازبکستان داشتم، چه شکست بزرگی در دبی داشتم، چون فکر می‌کردم که هر موفقیتی در هر جایی در جای دیگه هم جواب میده. بعد فهمیدم چه گند بزرگی زدم. خیلی مهمه که تو هنر جنگ هم میگه میگه سپاهی که بدون ماموران مخفیه و اطلاعات نداره مثل یک شخص بدون گوش و چشمه. یعنی اطلاعات خیلی مهمه و غرور باید مراقب باشیم. یعنی من جواب گرفتم تو اون شهر، پس هر جایی نچه میگم و شرایط خیلی داره. یعنی خود بک‌گراند در مجسمه هخامنشی خودش کتابه که چه برنامه‌هایی انجام دادیم، چه بلاهایی سرمون اومد. به هر حال یه مجموعه رو رشد دادیم اومد بالا، اما یه جایی رسیدیم که یعنی یه شبیه دیدن همه چی بردن و کسانی که خیلی هم بهشون اعتماد داشتم و افتادم دیگه. خیلی بد بود. چند سالتون بود؟ میشه 85 میشم 59 هم دیگه 26 سال. آره خیلی بس خیلی تجربه‌های کمتری بوده. آره خیلی به هم ریختم و خیلی هم خطرناک بود که دکتر هم به من گفت حق نداری دیگه کار بکنی و 1 سال من فقط شنا کردم که خب بعد مربیگری شنا تو هم یه سال گرفتم دیگه. اینقدر شنا کردم اون داستان ایجاد شد
ولی چیزی که فهمیدم اینه که اون موقع دردآور بود چون خامیم در مقابل اون رخداد قرار گرفت. وقتی الان پختگیم در مقابل اون رخداد قرار گرفته دیگه دردآور نیست، در قالب یک کامنت زیبا پذیرفتیم. پس اگه دوستان الان تغییرات قیمت دلار دردآوره، یعنی خامیمون در مقابل این رخداد قرار گرفته. مثلا الان خیلی از عزیزان ممکن ببین مثلا سکته هم کرده، چرا؟ میگه دلار 3 تومن شد 13 تومن، من مثل بدنم لمس شده، ولی الان میخندیم 13 تومن که خیلی خوب بوده. یعنی این خامیه نابودمون میکنه. لذا اگر دردآورش بحران‌های حال حاضر به خاطر این خامیمون در مقابل رفتار قرار گرفته و پختگیه، یعنی تجربه‌های مختلف، تحلیل‌های مختلف میتونه به ما کمک بکنه. 1 سال ولی حالتون خراب؟ آخه آره که 86 رفتم کارمند دونپایه، کارمند پایین ترین لول کارمندی آسان موتور هیوندا شدم. با لیسانس؟ بله، اصلا نمیدونستم خودرو با چه خیمی نویسن ولی رفتم اونجا. خب به هر حال در مورد مجسمه هخامنشی خیلی کار کردم. خب به هر حال یک کارخونه بود، ولی گفتم هر جایی که وای میشم سعی می‌کنم ته قضیه رو در بیارم. از کودکی هم که مذاکره رو یاد گرفته بودین؟ آره، حالا مذاکره که به هر حال رفتن و فضا و آره مذاکره یاد نگرفتم، مواجه شدن و ابراز رو یاد گرفتم، حرف بزنم، پیگیر باشم، برم تو تلکار کیه چیه ببین چی میشه دیگه. چون سختی ها رو گذروندیم. این بچه هست، مثلا میگم بچه که بودیم رفتم بالا پشتمون، خب ترس، تاریک، انباری، میدونید. موضوع این بود که چون بلد بودم هخامنشیان رو، مثلا مدیر گفت قبلا کجا بودی؟ گفتم مدیر عامل این شرکت. خب چیکار میکرد؟ من این فروهر یه لپتاپم باز میکردم، اون لپتاپ داشتم ماشاءالله پاراجو و سنگی و باز میکردم این چیه؟ گفتم فروهر پندار اینی گفتار نگرداری پرواز کنی، پندار بعد گفتار بعد گردار از خود دور کنی، حلقه جاودانگی انسان مستقیم با جلو برو، با حلقه دوستی و تعهدش این دست چپتون، این حلقه که همه انسان رو دستش میندازه از ما ایرانی‌ها گرفتن، ریش علامت دانایی خرد اگه برق باشه ما نگاه میکرد چه توضیحاتی در مورد تو خوب حرف بزنی. بیا واسه تو باید فروش ما. من شدم مسئول، یعنی مسئول که نه، کارمند فروش عمده فلیت سیلز هیوندا و استارت خورد و خیلی هم خوشحال که ماهی 380,000 تومان حقوق میگیرم و خیلی هم خوبه، خوشحالم که دیگه نه حقوق به کسی میدیم نه درگیر تامین اجتماعی داستان شده. خیلی خوشحال وایسادم نشستم یه ذره تایپ کردم، دیدم ماشین های به حال هیوندا که و هم آزرا و سوناتا بوده خیلی خوب بود، من اینو میخوام. اونجا بود که دوباره آره، و اون هم باز درد بود به خاطر اینکه می‌خواستم حالا یکی از دوستام بگیرم، همیشه مسخره‌ام می‌کردیم با یه هخامنشی به جایی نمیرسه، خواستم این ماشین بگیرم چشمون رو در بیارم. ولی واقعا بعضی موقع این دوستان همون سکوی پرتابمونن. آره خوبه که باشن، ولی خوبه که باشن تو این سن و سال. یعنی می‌خواستم که ماشین بگیرم برم چششو در بیارم و هیچ وقت این کار نکردم. ولی انگیزه عجیب من داد که من وارد یه مقدار جدی‌تر فضا آموزشی بشم. این از سال 86 شدم. سکته دوم کی بود؟ سال 90، یعنی روز عروسی میفهمم که به حال خیلی من اونجا توی هیوندا موفق شدم و روز عروسی میفهمم که تمام عملا تمام زندگیم که اون موقع دلار بود، دلار هنوز به 1000 تومان نرسید. نه. یکی از شاگردان به خاطر تجارت عسل میبره 250 تا شاگرد داشت. یکی از شاگردان بله. و به هم میریزم یه مدت. اون موقع باورم انقدر نمیشد و بعد از 1 سال انقدر رفت آمدها و شرایط دیگه انداخت منو. یعنی یادمه این 17 بار شکستتون هم از راه اندازی کسب و کار بوده؟ یا کسب و کار مختلف، تجربیات مختلف، کسب و کار مختلف و شرایط. ما هم موفق داشتم هم شکست خوردیم. به هر حال زندگی اینه دیگه و سخته. من دیدم یه شب همه چی میره، دیدم سمت چپ بدن لمس میشه، گوشی دستت میفته و یه ضربه تو جوب. اون موقع مشاور سوبارو بودم در اینا و جلو اونجا افتادم و جالبه که لمس شدم رفتم تو جوب. بعد گوشی اریکسون، سونی اریکسون یادمه که رفت تو جوب. ولی خب
دیگه آمبولانس اومد و منو بردن توی دفتر سوبارو. سوبارو تازه داشت، مشاورشون بودم دیگه. اومدن و جمع جورم کردن. بعد از ظهرش من کلاس DBA دکتر ماهان داشتم و باید میرفتم اونجا. بعد حالا من بد بود و جلسه آخرشون بود و متعهد بودم. رفتم با حال بد، آنژوکتم قبل همونجور در آوردم و رفتم سر کلاس. دانشگاه فقط شهید بهشتی بود، یکی از دانشگاه ها بود، خیلی یادم نیست. بعد بچه هم سر کلاس بودن دیگه، آموزش میدن. ندیدم من حالم بده ولی آموزش میدادم. اینا ترسیدن از من، رفتن قرص زیرزبونی برام گرفتن ولی من قرص زیرزبونم بود باد درس میدادم. و آقای نادری الان از خیلی خوبی هستن، نمایندگی ایفیا دارن در کشور، شخصیت بزرگی. حتی اون روز با کیمیای اولین آخرین بار بود من تو اونجا دیدم، یادته، از مرگ نجات دادیم. و جالب این بود که وسط کلاس دیدم 2 نفر از چیز اومدن، با اورژانس اومدن. من در حال تدریس بودم ولی حالا بعد اینا میفهمه من نمیفهمم که منو بردن، مثل که فشار رو 6 بود دیگه. تو اورژانس من افتادم قشنگ دیگه. مرگ به چشم دیدیم 2 بار بعد دیگه رفتیم بیمارستان و حالا گفتنش خیلی قشنگ نیست ولی خب جوری زندگی میکنم که امروز آخرین روز عمرمه چون مرگو دیدم. خیلی باحاله، خیلی قشنگه، هم قشنگه هم یه ذره تلخه. آره این شکلیه. ولی امید به زندگی رو داری؟ امید خیلی قاعدتا، چون فلسفه زندگی دارم، فلسفه زندگی، ولی جوری زندگی میکنم که امروز آخرین روز عمرم. این کاری که باید انجام بدم انجام میدم، کاری که نباید انجام بدم انجام نمیدم. راحت میام. یه روزه میتونم نباشم فردا، چون دیدم، میفهمم میتونی با همه تلاشت، با همه بدن قدرتمندت به راحتی لمس شی. ما یک رسمی توی برنامه پادکست پاکار داریم. از مهمون برنامه‌مون خواهش میکنیم که داخل بوم سفید 3 نکته برای ما بنویسه، 3 تا کلمه. چیزی بهمون نمیدی؟ کفن که نمیگی؟ نه یه نکته طلایی، یه نکته نقره‌ای و یه نکته‌ای که زنگ خطر میشه برای صاحبین کسب و کارها که نباید سراغ اون برن. اون زنگ خطره شاید خیلی کمک بتونه بکنه برای صاحبین کسب و کار که از جلوی شکستاشون رو بگیرن. حتما. چرا که عصبانی میشین، ناراحتین، اوج عصبانیت و خشمتون چیکار میکنین؟ داد میزنین، دعوا میکنین یا تو تنهاییتون میرین؟ ببینید خشم با عصبانیت فرق میکنه دیگه. خشم زغال تو دست، عصبانیت پرتاب اونه. خشم زمانی اتفاق میفته که من از زاویه خودم فقط نگاه کنم یا موضوع حل نشده که تو ذهنم هست، بخاطرم خشمگین میشم. وقتی از زاویه طرف مقابل نگاه میکنم این اصلا نیاز به خشمگینی نیست، نیاز به مثلا بعضی وقتا میذارم جای طرف مقابل میگم با راست میگه بنده خدا، باید این اتفاق میافتاد و بعضی وقتا من باید خودم رو درست کنم. لذا خیلی اول سعی میکنم تو هنگام خشم از زاویه دیده طرف مقابل به قضیه و شرایط نگاه کنم. خیلی آگاهانه، خیلی سخته ولی خوبه، چون خیلی این توانایی رو ندارن. تو لحظه خشمگین میشن، تو لحظه عصبانی میشه. یا من خودم یه جاهایی هم آدم درونگرایی هم یه جایی برونگرام. وقتی خوشحالم مشخصه، ناراحتم مشخصه، خشمگینم مشخصه. اوج ناراحتیم گریه میکنم، اصلا جلوی اشکمو نمیتونم بگیرم. ولی قاطع، یعنی مثلا خود مونا یا محیا بپرسید خیلی قاطعانه یه جاهایی برخورد میکنم. ما اینا رو تو این وادی نرفتیم. خیلی سختم، بسیار شخصیت سختیم، چون قوانین رو میگم، اصول رو میگم و اگه انجام نشه بسیار سختگیرانه رفتار میکنم. یعنی نگاه کنید من یه بخش از بیزینس من با فامیل کلا و اینکه تفکیک بذاری بین کار و
زندگی شخصی خیلی سخته. همین تعادل ایجاد کردن است دیگه. خیلی ها نمیتونن این تعادل بین کار زندگی شخصی خیلی سخته. من اتفاقا یه تایمی با یکی از اقواممون همکار بودیم، منم اینو اونجا یاد گرفتم. اوایل برنامه خیلی سخت بود، به هر حال توی کار مسائلی به وجود می اومد، ناراحتی به وجود می اومد، ناخودآگاه توی خونه کشیده می شد، ولی بعد از یه جایی که یه ذره توانمندتر شدیم شده بود که توی محیط کار دعوا می کردیم، ناراحتی بود، شبش اصلا با هم تو مهمونی بودیم، دوباره فردا اون موضوع توی محل کار ادامه داشته، ولی هیچ کس از اعضای خانواده متوجه نمی شدن. من تلاشم این نیست، نمیگم که خشمگین نمیشیم، چون به حال انسانی نگاه هم بیشتر حل مسئله است، یعنی از تهدید فرصت بسازم. چون از پریمیوم میاد، پریمیوم خودش نگاهش حل مسئله است. حل مسئله است و اصلا از بحران، عملا پریمیوم از بحران ساخته شده دیگه و تا نگاه نوآورانه به این فرآیند نداشته باشی نمیشه. فقط اینکه چطور حلش کنم و از این شرایط بد بهترین استفاده رو بکنم خودش هنره که ما حالا مثلا تو برنامه استراتژیایی اونجا اینو به پریمیوم در موردش صحبت میکنیم. پس من اول برمیگرده بحث خشم و عصبانیت به نوع و زاویه دید ما و بعد دیگران. همین. اولین ماشینی که با پول خودتون خریدین؟ نوشته بود 400. شنیدیم 2 تا سابم. نه اتفاقا اولین ماشین با پول خودم پیکه خریدم. رنو پیکه. آره چه ماشین خوبی بود، خیلی خوب بود و اون اول بود و بعدش یه 405 توسی گرفتم که ما خیلی خوب. زمانی که سرباز بودم سال 82 بود 3 بود، ولی خب بچه بودیم دیگه، یه ساب‌ووفر سیستم صوتی و رینگ عجیب غریب و فکر میکردم که اینها حال آدم رو خوب میکنه. بعد از این مدت متوجه شدم که حال خوب در درون آدمه، شادی در کنترل لحظه به لحظه خودآگاه، الانه، نظم در افکاره. باشه ولی کلا شما خب ماشین بازیم، ماشین رو دوست داریم. الانم ماشین بازیم. مجبورم دوست دارم. معمولا مرد آقایون ماشین بازن، ماشین دوست دارن. من احساس میکنم از خانوما بیشتر ماشین بازن. همون اسبی که میگن قدیم مثلا و احساس میکنم رو آدم تاثیر میذاره. فکر میکنم حالا نمیدونم باید بگم یا نه، ولی خب به حال خب من در آن واحد خب چند تا ماشینی که داشتم، مثلا هم بنز هم بی ام دبلیو، خب مثلا اون 250 بود، این یکی مثلا سری 6 بود. بعد جالب شخصیت من وقتی روی تو بنز میشستم، چون در آن واحد بود، خب مثلا در کنارش ماشین شاسی بلندم نشسته سانتا فه مثلا، حالا بعد شخصیتم روی ماشین ها فرق میکنه. حالا نمیدونم به عنوان پوز دادن نمیدونم، خواهشم اینو به عنوان چیز نگاه نکن، ولی میخوام بگم این ادواتی که متاسفانه حالا خوشبختانه داریم روی شخصیت و رفتار ما تاثیر میذاره و اینجا وحشی ترم، اونجا مثلا تو رانندگی ها مثلا دوست دارم، ولی اینجا در حالی که امنیت بعضی وقتا احساس کنم این یکی مثلا بیشتر از اون یکیه، ولی یعنی یه جاهایی با اون یکی حالتون بهتره مثلا. آره، یا رو شخصیت هم تاثیر میذاره. یعنی احساس میکنم ما برعکس اون چیزی که باید در عین اینکه باید به درون اون فکر کنیم، محیط اون رو باید بسازیم و حواسمون به محیط باشه. و این محیط فقط لوکس بودن نیست. محیط مثلا وقتی شما توی هتل 5 ستاره میرید، آدم‌های اطرافتون، اون کافی که می‌خوره، آدم‌های دور و برتون اصلا ممکن کاری هم باشون نداشته باشی، ولی متوجه میشیم که اون لزوما موفقیت یه کار عجیب غریب کردن نیست. میتونی خیلی ساده باشی، راحت باشی. آدمایی که تو سطح بالا چقدر راحت دارن، کافی میخورن، ارتباط برقرار میکنن، اینقدر سخت نه، جدی هستم تو لحظه ما، ولی این لحظه بودن منظور یه کار عجیب غریب کردن نیست. تبدیل شدن به یک شخصیت بسیار قدرتمند منوط به کارهای وحشتناک نیست. اون لایف استایل ها رو بگیریم و این رو از دوستان میخوام که پادکست رو درگیرنم. الان مثلا خب شما
تبلتتون جلوتونه، مثلا گوشی وقتی که روشن خاموشه رو محیط من تاثیر، تمرکز من تاثیر میذاره. آدمای اطراف، تمیزی، فایبرس محیط کاری خیلی مهمه و این فقط رو در ماشین نیست. یعنی میخوایم تبدیل به آدم قدرتمندی بشیم، حواسمون به محیط و دکور و شرایط محیط و این لزوما یه کار عجیب غریب نیست. استارباکس میاد پریمیوم میشه ولی بلک بورده با گچ ولی با حاله. این باحال بودنه، حال خوبه رو زندگیت تاثیر میذاره و هزینه کن برای آرامشت، اعتبارت و شخصیتت. یعنی ما خیلی هزینه، مثلا من میبینم شخصی هست 10 تا زمین داره ولی یه ماشین درب داغون، خب لذتشو ببر. چون دیدم شخصی که تصادف کرد و ایربگ نداشته و مرده و الان اون زمین ها و فضا و شاید مال دیگران باشه. حالا نمیدونم چرا بعضی وقتا ماشین میخری اون کاورشو بکن، چرا آخه که اون مثلا ماشین، اون صندلی، اون بعدم خب به کسی دیگه بفروشی؟ چرا تو لذتشو نبری؟ چرا لذت داشتن یه حس خوب، فضای خوب، داشتن سلامتی مناسب، خونه مناسبی که امکانات و مشاهات مناسب داشته باشه، با 4 نفر حرف بزنی، ارتباط برقرار کنی. من پولو باید استفاده بکنیم برای آسایش و راحتیمون وقتی منابعش موجوده. وقتی کسی دسترسی به اون پوله داره، درآمدت بالاست، منابع رو داری، ولی واقعا دیگه انجام نمیدن. دلیلش چیه؟ به خاطر میدانه. یک شخص قدرت در میدانشو میخواد. کسی که میدانش، آدم هایی هستن که زمین زیاد دارن، 100 تا داره ولی با دمپاییه، با ماشین درب داغونه. بعد بهش ماشین خوب بگی اینه میگه چنده چجوری فرمین 101 زمین رو خرید. چرا؟ چون در میدان خودشون 5-6 تا آدم دور برش کسی قوی تره که زمین بیشتری داره، یه جای دیگه کسی قوی تره که قدرت بیشتری داره. حالا بگو یه عطر بزن خودت بوی خوب بگیر، خیلی بوی خوب، بعد دوباره فردا یه دندونتو درست کنی، دوباره فقط دنبال اینه که اون قدرت رو بیشتر کنه و دنبال اون بازیه. لذا میدونم این موضوع هست ولی سعی کنیم که مراقب اون میدان هامون باشیم، یه جاهایی بیاین از بیرون یه بار اون میدان ها و مسیر کارمون و خرج کردن های زندگی لایف استایلمون خرج کنیم، سرمایه گذاری کنیم. اسم و فامیل، اسم همه خوششون میاد، حوزه برندینگ شما برند شخصیه، همه خوششون میاد ولی یه برند شخصی آره خیلی خوبه، مهمه. بعد 2 میلیارد دستش 2 زمین می‌خره، 2 خونه میگیره، یه چیز میگیره. بعد خب میگه خب کتابت چه اشکال داره؟ کتاب داشته، چه اشکال داره تو متخصص ببینن، چه اشکال داره تو فضای مجازی با عنوان شخصیت متخصص سرچ کنن تو اسمت بیاد بالا. برای مهارتات هزینه کن، یاد آموزش درست نمیشه. هزینه باید کرد برای سئو، برای برند شناسی، برای پی آر، برای پوزیشنینگ لازمه. امیدوارم آدم‌ها، انسان‌ها اسم و فامیلشون اولویت زندگیشون بشه. قبل از اینکه رو هر چیز سرمایه گذاری کنه اول رو اسم و فامیلشون سرمایه گذاری درستی رو کنه. استیون بارتلت یه کارآفرین بریتانیاییه و یه پادکستر خیلی معروف. یکی از کتاباش هپی سکسی میلیونره که منم تجربه ترجمه‌شو داشتم و کتاب الان تو مرحله چاپه. امیدوارم تا قبل از نمایشگاه کتاب اردیبهشت 1404 چاپ بشه و بیاد بیرون. یه نکته‌ای که استیون توی کتاب آورده، اومده زمان رو به دونه‌های ساعت شنی تشبیه کرده که ساعت شنی خب به هر حال مقیاس‌های زمانی متفاوتی دارن و میگه که وقتی که انسان‌ها ساعت شنی رو جلوشون میذارن و دونه‌های ساعت ریزش دونه‌های ساعت شنی رو نگاه میکنن، ممکنه بابت اینکه زمان رو دارن از دست میدن یه استرسی سراغشون بیاد. ولی اگر روی اولویت‌های کارشون تمرکز بکنن، سعی میکنن که از این زمانشون بهترین استفاده رو ببرن. چقدر جالب. کاری که ما الان انجام میدیم، مدیریت اولویت و کاری که شما الان زمان مهمترین سرمایه‌تون بوده و برای ما گذاشتین و تشریف آوردین اینجا و من ازتون بسیار قدردانم. قربونتون برم. من اعتقاد دارم حتی میتونیم ما به زمان ارز بدیم. این هنر ماست. اگه متمرکز در زمان باشیم به زمان ارز میدیم و کاری کنیم زمان به نفعمون حرکت کنه نه به ضررمون. کاری که شما انجام میدید همینه، هم دارید به زمان ارز میدید، هم کار میکنید که زمان به نفعتون حرکت کنه. یعنی چی؟ الان گلدونی که الان اینجا دارید
پشت من هست، زمان به نفعشون حرکت میکنه. اگه توجه کنید، نور خوب باشه، کود مناسب باشه، به حال هرچه زمان بیشتر خب بهتر. ولی جالب یه گلی اونجا دارید که 2 روز دیگه زمان به ضررش، یعنی 2 روز دیگه نابود میشه. ما تصمیماتی بگیم که زمان به نفعمون حرکت کنه. این تولید پادکست هایی که شما دارید قاعدتا امروز میاد تو فضای یوتیوب و شرایط مختلف، اما وقتی جذاب باشه، ارزشمند باشه، در آن واحد میتونن آدم‌های بیشتری درگیرش بشن و بعد از 1 سال شما میبینید با آموزش‌ها و پادکست‌هایی که با شخصیت‌های مختلفی دارید، بعد از این مدت میبینید زمان داره به نفعم حرکت میکنه به واسطه زیرساخت‌های آموزشی که گذاشتن و شرایطی نظیر. این خیلی مهمه که ما آیا از لحظه‌ای که هستیم کارهایی که انجام میدیم با اهداف و برنامه‌هامون همسوه و آیا کارهایی داریم میکنیم که زمان به نفعمون حرکت کنه. منظور وسواس زمانی نیست، ولی آیا به اولویت‌های توجه میکنیم که ما رو به اهدافمون برسونه. و خیلی خوبه که لیستی داشته باشیم از کارهایی که ما رو به اهدافمون رسونده تا الان و لیستی از اقدام‌هایی داشته باشیم که باعث شده ما از اهدافمون دور شیم و حداقل 1404 شرایطی داشته باشیم که روی کارهایی تمرکز کنیم که ما رو به اهدافمون نزدیک کرده یا رسونده. کارهای غیر ضروری که بذاریم کنیم، کارهایی که ما رو رسونده. ممکنه تصمیمات درستی که داشتیم، نوشتن کتاب، تصمیماتی که در حوزه بیزینسی خودمون داشتیم، قراردادهای مناسبی که ایجاد کردیم و بعضی وقتا می‌بینیم ایده‌گرایی من همواره از مسیرهام خارج کرده. خب اون ایده‌گرایی بذاریم کنار. چقدر سخته. من خودم به شدت درگیر کمال‌گراییم. خیلی. پس امسال خیلی دارم روی کمال‌گرایی سعی دارم میکنم که بتونم روش غلبه کنم. خب بعضی وقتا شاید این کمال‌گرایی به خاطر شکست‌های قبلی و برای اینکه اون شکست‌ها ادامه پیدا نکنه ما این ایده‌گرایی رو برای خودمون طراحی کردیم که اون دردهای گذشته ایجاد نشه. ولی به هر حال ما خون‌تکونی می‌کنیم، فکر می‌کنیم خون‌تکونی فقط باید در محیط باشه، در ذهنه، در اقدام‌های گذشته است و بیایم یه جایی این کنار هم بودن این یک سری ما تکرارهایی که در مورد اشتباهاتی که ضربه خوردیم و دوباره به روش مختلفی همون اشتباهات رو کردیم. مثلا ما به فامیل اعتماد میکنیم، باز به فامیل اعتماد کردن دوباره خب یه جا جلوش ببندیم تمامش بره، نه اینکه به فامیل اعتماد نکنیم. موضوع این که در انجام تصمیماتون در خانواده مثلا یه وکیلی هم کنار خودم داشته باشیم، یه شرایط نظیره جلوی این فرآیندها رو حداقل بگیریم ما، چون سال جدید سال سختیه و حداقل این کار این هستش که شرایط از این که هست بر ما بدتر نشه و بیشتر از این ضربه نخوریم. پس روی موضوعهایی که ما رو به اهداف قبلیمون رسونده تمرکز داشته باشیم و بی‌رحمانه موضوعهایی که ما رو از اهداف قبلیمون خارج کرده و خودمون هم اون موارد رو میدونیم پوست اندازی کنیم و ول کنیم بریم. برای مار هم میخواد رشد کنیم و قلفتی پوستشو بکنه. قلفتی دردآور سخته ولی عملا برای رشد کردن نیاز به قلفتی کندن بعضی وقتا اشتباهات گذشته و اقدام‌های گذشته است و این باید بی‌رحمانه صورت بگیره. و شما در پریمیوم هستید، احتمالاً بی‌رحمی ما در پریمیوم به زودی خواهید دید. باید زره بتن کنیم، خودمون آماده کنیم. کاری رو ما بخوایم آخر برنامه‌های پادکستمون داشته باشیم، از هر مهمان برنامه‌مون خواهش می‌کنیم یه سوال چالشی، یه سوالی که چالش برانگیز باشه به ما بگه که ما از مهمون بعدیمون بپرسیم، بدون اینکه شما بدونید مهمون بعدی چه شخصیه، چه بیزینسی داره، چه شخصیتی داره و ایشون به این سوال پاسخ بدن. ایشون هم حتی نمیدونن که این سوالو کدوم مهمون ما پرسیده. سوال اول این که از چه کار و شخصی حالت به هم میخوره و چرا. دومین موضوع اینه که چه کاری ازش حالت به هم میخورد و انجام دادی چرا. خب حالا خودتون به این سوال پاسخ میدید؟ ضعیفترین ورژن خودم صادقانه. زمانهایی که ببینم خیلی ضعیفم از خودم حالم بد میشه، جدی میگم، و دلیلش اینه که خیلی تلاش میکنم که دقیقاً اون کایزن رو به بهبود بودن رو ببینم، حفظ کنیم. نمیگم از اون شخصیتی که چندین سال پیش مثلا تو سمینارها میبینم لذت میبرم یا خیلی حالم بد میشه
ولی واقعیت اینه که بعضی وقتا نگاه نمی‌کنم. خب اون موقع بهترین ورژن خودتون رو ارائه میدادین دیگه، صد خودتون رو گذاشتین. ولی دوست دارم همیشه بهترین باشم تو اون لحظه که هستم، تلاشمو میکنم و وقتی خوب نیستم حالم از خودم به هم میخواد، بخاطر همین هی برمیگردونم خودم. جواب سوال بعدی، چه کاری حالم به هم میخوره؟ کار مالی خوش میشم. خیلی اذیت میشم تو انجامش، فقط گزارش میخوام، خیلی که ریز میشم، در حالی که یه بخش خیلی ریز بینم، ولی تو این موضوع مالی کلی نگریم. آره بیشتر کلی نگرم. البته یه فرآیند واقعا ریز بینم، یعنی من از خانم مونا بپرسی این نقطه رو میبینم توی یه چند صفحه آچار، نمیدونم چه اتفاقیه، ولی حالا از حسابداری حالم بد میشه. و چه کاری که از وقتی حالم به هم میخورد و انجامش میدادم، حالم به هم میخورد انجامش میدادم، جاربقی کشیدن. جاربقی کشیدن. آشپزی، جاربقی کشیدن سخته برام واقعا. بعد برای اینکه انجام ندم، یادمه یه بار چی میگن این صندلی بلند کردم، یه حالت کاناپه بود ولی خیلی رو زمین بود، بلند کردم جاربقی گذاشتم، بعد اونو ول کردم، اومد با این جاربقی چیز شد، نابود شد. از اون به بعد دیگه بهم کار ندادن. از قصد نبوده؟ هوشمندانه. تبریک بهتون میگم، هم سال نو رو، هم تولد مجددتون تو کسب و کار رو، چون 2 روز تو زندگی انسان خیلی مهمه، روزی که به دنیا میاد و روزی که میفهمه برای چی به دنیا آمده. روز تولد اون دست خودمون نیست، ولی روز تحول اون دست خودمون. واقعا آرزو دارم که 1404 روز تحول بزرگ برای خیلی کسب و کارها باشه و بازار الکی خودش دست خودش گرفته و این الک کردن شخصیت‌های خبره، مخبر، متخصص، تاب‌آور و کسانی که امید دارن رو بیشتر نگه می‌داره و کسانی که کم بیارن از دست میده. به حال بیزینس یک جنگ متمدنانه است، فقط توش خونریزی نیست. امیدوارم دوستان تو این جنگ کسب و کاری خودشون بتونن موفق باشن، با صلح، با شفافیت، با انرژی. امیدوارم 1404 نه لزوما سال راحتی باشه، امیدوارم توان موفقیت و حل مسائلتون داشته باشین، چون برند بزرگ بشه، آدم ها بزرگ بشن و همون اندازه مسائلشون بیشتره. شما خود رو نداری یه مسئله داری، وقتی داری 10 تا مسئله داری نمیشه جلوش گرفت. بچه نداریم یه مسئله داریم 100 تا مسئله داریم. پس دنبال کم شدن مشکلات مردم نیستم، دنبال توان حلشون هستم و امیدوارم که این توان حل که حتما هست، چون خداوند به اندازه قدرت آدم ها اون نقش رو بهشون داده، حتما راه حلش وجود داره، اون به خودشون بیان و تبدیل بشن به اون شخصیتی که انشاءالله 1404 سالی باشه که بگن در عین اون شرایط سخت ما تونستیم چه بگیریم. کما که خیلی از عزیزانی که الان باشون داریم کار میکنیم میگن تحول بزرگم از همون کرونای وحشتناک، دردناک، عجیب غریب که تمام دنیا رو درگیر کرد، ما تونستیم چون خواستیم و انجامش دادیم. فقط خواستن توانستن نیست، خواستن انجام دادنه و امیدوارم اجرایی بشن. و مهمترین موضوعی که تو پریمیوم داریم، توی هنر جنگم داریم، بزرگترین ضعف آدم ها و بزرگترین مشکلشون آموزش ناقصه. امیدوارم امسال سال آموزش باشه براشون و آموزش کامل رو در کسب و کار خودشون اضافه کنن و تبدیل به اون شخصیتی بشن که براش ساخته شدن، بهترین خودشون باشن. و من مطمئنم کسانی که بخوان اجرا کنن، هدف داشته باشن و این رو استمرار داشته باشن، جلوی روتینا رو نگیرن، بهترین سال خواهد بود انشاءالله. موفق پیروز بشین. مثلا برای خودتون ممنونم آقای دکتر که وقتتون رو گذاشتین. من میدونم که شما تایمتون خیلی محدوده، ایران نیستین و با توجه به مشغله‌های کاری که داشتین، اما این وقت رو گذاشتین، دعوت منو پذیرفتین و به برنامه خودتون اومدین. تاج سرین، باعث افتخار من بود. امیدوارم که این مصاحبه ما مداوم باشه و شما رو تو برنامه‌های بعدی هم تو برنامه پادکست پاکار ببینیم. من پاکار کسب و کار شما هستم و پادکستتون. مرسی از هدیه‌تون، جمع خوب، دوستان پشت صحنه و عواملی که واقعا تا این لحظه نشستن.